یکی از چالش‌های بزرگ والدین پذیرش فرزندانشون همونطور که هست با تمام ویژگی‌ها و نقطه ضعف‌هاشون. اما اینو بدونید که پذیرش قدم اول برای ایجاد ارتباط قوی‌تر و مؤثرتره. حالا پذیرش یعنی چی؟ یعنی اینکه بپذیریم فرزندمون همینطور که هست خوبه. این به معنای تایید همه رفتارهاش نیست، بلکه به معنای تصدیق واقعیته. کودکان خیلی خوب احساس میکنن که آیا از سمت والدینشون پذیرفته شدن یا نه. وقتی اونا میدونن به رغم تمام چالش‌ها ارزشمند و دوست داشتنی‌اند، توانایی بیشتری برای رشد و تغییر پیدا میکنن. پذیرش پایه‌ای برای تغییره. وقتی اونا احساس میکنن بدون قید و شرط پذیرفته شدن، راحت‌تر محدودیت‌ها رو میپذیرن و برای تغییر رفتارشون تلاش بیشتری میکنن. یادتون باشه که پذیرش نه به معنای تسلیم شدنه، نه به معنای نادیده گرفتن واقعیت، بلکه قدمی برای ایجاد امنیت و رابطه‌ای مستحکم که به رشد هر دو طرف کمک میکنه.